تا حالا به این فکر کردی که چی میشه اگه بشه مرگ و دور زد؟ خب یه دانشمند عجیب و غریب دقیقاً همین کارو کرده. یه جسد مرده رو با مغز جدید زنده کرده. اما این تازه شروع داستانه، چون اون آدمی که متولد شده با بقیه فرق داره و روند تکاملش قراره از اون چیزی که فکر میکنیم سخت‌تر باشه. پرحرفی دیگه بسه، چون باید بریم سراغ داستان فیلم. اما قبلش این هشدار رو بدم، حتما ویدیو رو تنهایی ببینین. اگه تا الان چنل رو ساب نداشتی حتما سابسکرایب کن، لایک ویدیو رو هم بذار سر جاش تا دیگه کم کم قصه فیلم رو شروع کنیم. امروز اومدیم با یه فیلم کاملا متفاوت، فیلمی که تو سال 2023 منتشر شد و همه به خاطر زیاد بودن صحنه‌های جنسیش مسخرش کردن، در صورتی که تک به تک سکانس‌های فیلم پر از مفهوم خاصی بود. البته اگه با دیدی باز بهش نگاه کنی، پس حتما تا آخر ویدیو رو با ما همراه باشین. امروز اومدیم با داستان فیلم Poor Things. این دختر اسمش بلاس، همون که زندگیش از اول آغاز شده. اینم کسیه که یه جورایی خلقش کرده، دانشمندی خفن به اسم گادوین بکستر. البته اونو بیشتر گاد صدا میزنن، یه جورایی لقبشه، به معنی خدای همون آفریننده. این یکی از استعاره های فیلمه. در ادامه هم میگم چرا اول فیلم همش سیاه سفیده. بلا دختریه که تمام رفتاراش بچگانه است. حالا چرا؟ اینم در ادامه بهتون میگم. همونطور هم که میبینین داره برای اولین بار پیانو زدن رو یاد میگیره. هر دفعه که واسه اولین بار یه چیزی رو تجربه میکنه، دوربین دور تا دور تصاویر رو واسه ما سیاه نشون میده. پس این پیام فیلمم تو ذهنتون باشه. دیگه بذارین بیشتر داستانو واسهتون باز کنم. چرا صورت گاد این شکلیه؟ چون پدرش از بچگی آزمایش‌های وحشتناکی روش انجام میداده. حتی قسمتی از معده‌شو برداشته. برای همین این حباب نشون دهنده اینه که خودش باید اسید معده واسه خودش درست کنه. با استفاده از همون دستگاهی که اختراع کرده. یه دلیل دیگه هم داره که صورت گاد خیلی وحشتناکه، چون داخل ادیان خدا مثل هیولای وحشتناک توصیف میشه و این هم یه جورایی یه طعنه به ادیان داخل فیلمه. و اما شخصیت مکس تنها کسی که خیلی با استادش حال میکنه. بقیه دانشجوها اونقدری از گاد خوششون نمیاد. حالا گاد اونو واسه یه پروژه به عنوان دستیار میخواد. چه پروژه‌ای؟ معلومه دیگه، تحقیق روی بلا. گاد اونو مثل دخترش دوست داره، اما خب مثل یه موش آزمایشگاهی هم ازش نگهداری میکنه، چون اون تمام روز تو خونه است. بلا درست نمیتونه حرف بزنه، درست نمیتونه راه بره. یه کسی مثل مکس خوب میتونه به روند تکاملش کمک کنه. اینجای داستان گاد بهش میگه مغزش بدجوری آسیب دیده بود، خودم درستش کردم. یه جورایی سن عقلیش با فیزیک بدنیش به هم نمیخورن. تو این مکالمه گاد اونقدری از حقیقت واسه مکس نمیگه، ولی خب دروغ هم نمیگه. حالا در ادامه راز بلا فاش میشه، پس یه کوچولو صبر کنی. بلا کلا چارچوب قوانین جامعه رو قبول نداره، هر کاری بخواد انجام میده و به قضاوت‌های مردم اهمیتی نمیده. برای همین وقتی غذایی رو دوست نداره خیلی راحت توفش میکنه بیرون. اون دوره تکاملش خیلی سریع داره پیش میره. هر روز 15 تا کلمه جدید یاد میگیره و هر 4 روز 5 سانت موهاش رشد میکنه. اما نکته مهم، چرا فیلم به صورت سیاه سفیده؟ قطعا سوالی تو ذهنتون بوده دیگه، چون وقتی نوزادها تازه به دنیا میان نمیتونن دنیای اطرافشون رو درست ببینن. برای همین یکم که داستان جلو میره فیلم کاملا رنگی میشه. اینجای داستان گاد به دروغ میگه پدر مادر بلا رو میشناخته و باشون رفیق صمیمی بوده. اونا طی یه کاوشگری که داشتن انجام میدادن مردن، اما نمیدونه با این دروغاش باعث میشه بلا بخواد مفهوم جهان رو درک کنه و ماجراجویی خودش رو شروع کنه. زمانی که بلا داره اسم کشورهای مختلف رو یاد میگیره حس کنجکاویش بیشتر میشه. اون دیگه نمیتونه زندانی شدن تو این خونه رو تحمل کنه. برای همین هر طور شده گاد راضی میکنه تا برن بیرون یه چرخی بزنن. گاد مدام بلا رو میترسونه، جهان بیرون واسش خطرناک میدونه، ولی خب بلا تسلیم حرف هیچکی نمیشه، حتی خدا. اینجای داستانم گاد داره از آزمایش وحشتناکی که پدرش روی انگشتای دستش انجام داده واسهشون میگه. اما اون همیشه پدرش رو ستایش کرده، چون باعث رشد سطح علم جامعه شده. حالا چرا؟ چون پدرش به احساساتش اهمیتی نمیداده. اون معتقده یه دانشمند باید دقیقاً همینطوری رفتار کنه.
بگذریم. بلا دلش بستنی میخواست ولی گاد اجازهشو نداد. وقتی اونا برگشتن خونه مکس بهش گفت یا بهم میگی چه بلایی سر این دختر آوردی یا تمام پلیسای شهر رو میارم دم در خونت. اونم شروع کرد داستان واقعی زندگی بلا رو تعریف کردن. این زن اسمش ویکتوریاست. اون در واقع مادر بلاست. حامله بوده که خودشو پرت کرده تو دریا و مرده. وقتی گاد پیداش کرده هنوز یه خورده جریان الکتریکی تو بدنش وجود داشته. بدنش هنوز گرم بوده. اما اگه خود ویکتوریا رو نجات میداده چی میشده؟ تهش میرفته زندان، چون داخل دین مسیحیت خودکشی حکم جنایت رو داره. پس به اون یه زندگی جدید داده. مغز اون بچه داخل شکمش رو در آورده و جای مغز خود ویکتوریا گذاشته. حالا یه مغز کودکانه داخل یه جسم بزرگساله. از این جای داستان به بعد بلا بیشتر حس کنجکاویش میزنه بیرون، چون زمانی که از خواب بیدار میشه با خودش ور میره و خودش رو ارضا میکنه. سعی میکنه چیزهای مختلفی رو داخل خودش بذاره. چندین بار این حس رو تجربه میکنه. حتی میخواد واسه خدمتکار خونه‌شون هم این کارو انجام بده. اینجاست که مکس سر میرسه و بهش میگه این کار خانواده‌های با کلاس نیست. یکم مؤدب باش بلا. در ادامه داستان گاد به مکس میگه من خودم شاید عاشق نشده باشم، ولی زمانی که دو نفر هم بود دوست دارن این حس رو متوجه میشم. حس میکنم هم تو هم بلا یه علاقه خاصی بینتون هست. باید با هم ازدواج کنین. مکس هم در جواب میگه من فکر میکردم شما اونو واسه خودتون میخواین، در صورتی که گاد یه خواجه است و اصلا آلت تناسلی نداره. این باز یه طعنه داخل فیلمه، چون میگن مسیح فرزند خداست. خلاصه داستان که گاد مثل پدر دخترش بلا رو دوست داره، ولی یه شرط واسه مکس میذاره. حالا اون شرط چیه؟ این که تا ابد باید جفتشون پیش گاد بمونن. پس یه توافقنامه حقوقی باید امضا بشه. اینجا داستانه که شخصیتی به اسم دانکر وردربرگ که وکیل حقوقیه وارد روند داستان میشه. وقتی اون وکیل شرایط قراردادو مینویسه حس میکنه که بلا یه دختر متفاوتیه. واسه همین میره داخل اتاقش. بهش میگه اونا میخوان تا آخر عمر اینجا زندانیت کنن. تو واقعا اینو میخوای؟ هر طور شده با حرفاش مخ بلا رو میزنه و بهش میگه من آزادت میکنم. جمعه قراره برم لیسبون. ازت میخوام که همراه هم بیای. چند روز بعد بلا میره سراغ گاد و بهش میگه میخوام پر بکشم و دنیا رو ببینم. اگه مانعم بشی وجودم از نفرت پر میشه. تو واقعا اینو میخوای؟ گاد که هیچ. حتی نامزدش مکس هم نمیتونه جلوی بلا رو بگیره. واسه همین گاد یه مقدار پول واسش میذاره. اینجا داستان مکس بهش میگه چرا گذاشتی بره؟ تو که میدونی دانکن آدم خوبی نیست. خدا هم در جواب بهش میگه اختیار هر کسی دست خودشه. اون خودش باید رشد کنه و معنی زندگیشو بفهمه. دقیقاً از همین جای فیلمه که ماجراجویی بلا آغاز میشه و فیلم به صورت کاملا رنگی نمایش داده میشه. اون بارها با دانکن میخوابه، به انواع اقسام روش‌های مختلف رابطه جنسی رو تجربه میکنه، ولی بیشتر باید راجع به زندگی بدونه. اینجای داستان هم میبینیم که وقتی واسه اولین بار کیک میخوره دوباره دور تا دور تصویر سیاه میشه. بلا بیشتر تو دنیای اطراف میگرده. تمام جهان واسه اون مثل یه تصویر رویایی و رنگ و عجیب غریب میمونه، جایی که بلا باید کشفش کنه. این یکی از مهمترین پیام‌های فیلمه که ما به عنوان یه آدم بزرگسال باید دنیا رو با همون شور و شوق بچگی ببینیم، در صورتی که با افزایش سن این حس کنجکاوی تومون کم میشه و اندازه بچگی آرزوی رشد و تکامل نداریم. حالا چرا دانکن بلا رو دوست داشت؟ چون میخواست تحت کنترلش بگیره. اون یه آدمی بود که نمیتونست روی پای خودش بایسته و مستقل باشه. هر دفعه هم که تجربه جدیدی کسب میکرد آخرش با دانکن دعواش میشد، چون اهمیتی به قضاوت آدما هم نمیداد. اون هر چند وقت یه بار نامه مینوشت و از تجربه‌های جدیدی که کسب کرده بود واسه گاد میگفت. یه روز وقتی حسابی مست کرده بود یه زن اونو به اسم ویکتوریا صدا زد، ولی بلا اصلا متوجه داستان نشد، چون اون در واقع داشت مادرش رو صدا میزد. زمانی که از جشن برگشتن خونه دانکن متوجه یه چیزی رو پاهای بلا شد. گفت با خودت چیکار کردی؟ اونم گفت هیچی. یه مرد شطرنج باز میگفت خیلی پاهای نرمی دارم. منم یه نشونه گذاشتم تا همیشه یادم باشه که کدوم از پاهام نرم‌تره. یه چند وقتی که گذشت گاد حسابی از نبود بلا ناراحت بود،
حالا اینجای داستان دانکن میخواست جلوی پیشرفت و ماجراجویی بلا رو بگیره، پس داخل یک کشتی زندانیش کرد. بلا خیلی از دست دانکن عصبی بود. دوربینا اینجای داستان و چند جای دیگه به صورت واید فیلم واسه ما به نمایش میذارن، به این معنا که دنیای بلا در حال گسترش و نمیتونه دیگه تو اون مکانی که هست باقی بمونه. اگه تا اینجای ویدیو رو لذت بردین پس یادتونم نره اون لایک رو بکوبین، چنل رو هم حتما سابسکرایب کنین تا ببینیم ماجراجویی بلا به کجا ختم میشه. تو ادامه ماجرا بلا با پیرزنی به اسم مارتا آشنا میشه. اون 20 سالی میشه که دیگه رابطه جنسی نداره. هرچی بیشتر زندگی کرده فهمیده باید بیشتر به چیزی که بین گوشاشه اهمیت بده، نه بین پاهاش. راستی این مردم اسمش هریه. حالا بعداً بیشتر راجع بهش حرف میزنیم. فقط اینو بگم اون خیلی دیدگاه منفی نسبت به دنیا داره و معتقده که تمام آدما موجوداتی بیرحم هستن. اینجای داستان دانکن از بلا میخواد که باهاش ازدواج کنه. خیلی هم سعی میکنه که نظرشو جلب کنه، ولی اون در جواب بهش میگه من فقط واسه سحرگرمی و شناخت دنیا با تو اومدم، وگرنه که عاشق مکسم. یکم دیگه گذشت. حالا گاد یه موش آزمایشگاهی جدید جایگزین بلا کرده بود. بلا شروع کرد به کتاب خوندن. از مارتا یادش گرفته بود. میخواست با رشد خودش دنیا رو جای بهتری کنه، اما هری میگفت هر چقدر تو خوب باشی نمیتونی دنیا رو تغییرش بدی، چون در نهایت هممون یه موجود بیرحم هستیم. غیر از هری منفی باف، دانکن بیشتر از رشد شخصیت بلا و مستقل شدنش بود که عصبی میشد، چون همیشه میخواست اونو تو مشت خودش داشته باشه. چند روز دیگه گذشت و هری معتقد بود بلا دنیا رو خیلی رنگارنگ میبینه، در صورتی که اصلا اینطور نیست. برای همین داخل شهر اسکندریه مصر که اتفاقا اینجا اذان هم پخش میشد، مردم فقیر و بدبخت اونجا رو بهش نشون داد. بلا هیچی نشده میخواست خودشو بکشه، درست مثل مادرش، چون تحمل دیدن این صحنه ها رو نداشت. اما تصمیم گرفت پولایی که دانکن بعد از قمار کردن به جیب زده بود برداره و واسه کمک به اون مردم بفرسته. اونا رو تحویل خدمه کشتی داد، ولی نمیدونست که اونا اصلا قرار نیست این پولو واسه کمک به مردم فقیر اسکندریه بفرستن. بعد از این داستان دانکن خیلی از دست بلا عصبی شده بود، چون اونا دیگه هیچ پولی نداشتن. برای همین مجبور بودن تو بندر بعدی پیاده بشن. هری طاقت نداشت ببینه یه نفر اینقدر دنیا رو دوست داره و زیبا میبینه. برای همین از قصد این کار کرد و الان هم داره از بلا عذرخواهی میکنه. اون هم در جواب بهش میگه نیاز به عذرخواهی نیست، چون من وقتی بیشتر دنیا رو بشناسم میتونم این جهان رو جای بهتری کنم. خب اونا دیگه رسیدن پاریس. همونطور که میدونین دیگه هیچ پولی نداشتن. از این لحظه هم بود که بلا دیگه دنیا رو خیلی عجیب غریب و رنگارنگ نمیدید، چون ذهنش منطقی تر و واقع بین‌تر شده بود. با یه زن به اسم سواینی آشنا شد. اون رئیس یه فاحشه خونه بود. مخ بلا رو زد و یکی از کارگرای اونجاش کرد. اون یارو هم یه ثانیه نشده کارش تموم شد. انگار همه قرار نیست مثل دانکن حرفه‌ای باشن. بلا فاصله بعد از اینکه داستان مستقل شدنش رو واسه دانکن تعریف کرد، اون پولایی که گاد بهش داده بود و ازش گرفت و ترکش کرد، چون بلا معتقد بود اون باید بیشتر گذشت داشته باشه. اون به کار کردن داخل اون فاحشه خونه ادامه داد. با آدمای مختلفی هم میخوابید. بلا دائما میگفت باید مرزا رو از بین ببریم. شاید یکی از دلایلی هم که فیلم اینقدر صحنه‌های جنسی زیادی داره واسه اینه که خود کارگردانم میخواسته تمام مرزها رو رد کنه و همونطور که میبینین آزادی بلا رو به صورت اغراق‌آمیز نشون بده، درست مثل تمام صحنه‌های فیلم. البته اون تقاص این کاراش هم داد، چون زمانی که اسواینی میخواست حداقل با آدمای مورد علاقه خودش بخوابه، اون مثل زالو باهاش رفتار میکرد، چون معتقد بود بعد از هر تاریکیه که روشنایی فرا میرسه. خلاصه داستان که اون با آدمای متفاوتی میخوابید، ولی درس خوندنش هم شروع کرد. دقیقاً همین جای داستان بود که صحنه کات خورد داخل خونه هری. اون هنوز داشت به آزمایشاش ادامه میداد، ولی خب بدجوری مریض شده بود. انگاری سرطان گرفته بود. مکس هم متوجه این موضوع شد. یه روز که بلا رو تختش خوابیده بود، حسابی افسرده شده بود. انگار کارایی که انجام میداد براش هیچ معنایی نداشت. همین جای داستان دوستش متوجه یه زخمی روی شکمش شد. فهمید که اون باردار بوده. اون از این قضیه آگاه کرد. بلا برای فهمیدن داستان زندگی خودش هم که شده میخواست برگرده لندن پیش گاد. وقتی هم که فهمید اون یه پاش لب گوره، تصمیم گرفت عجله کنه. خب اینجای داستان یکی دیگه از نمادهای فیلمو میبینیم. خونه شماره 12.
این عدد نماد مذهب و عرفانه و گاد داخل این خونه است که زندگی میکنه. بلا برگشت پیش گاد، اونم تمام حقیقت رو بهش گفت واقعا کیه. درسته بلا از دستش عصبانی بود، ولی در نهایت بهش گفت من اگه زنده هم میموندم قطعا الان نمیتونستم درست زندگی کنم، ولی تو یه زندگی جدید به من دادی و من واقعا از زندگی کردن لذت میبرم، پس بی نهایت ازت ممنونم. گاد هم در جواب بهش گفت تمام اینا رو گفتی ولی به من نگو خالق، چون من خالق تو نیستم. تو خودت شخصیت خودتو خلق کردی، من فقط یه اراده آزاد به تو دادم تا بری دنیا رو بگردی و خودت معنای زندگی رو بفهمی. من همیشه تو رو دوست داشتم، چون با اینکه همه از من میترسیدن تو واقعا مثل دختری که باباشو دوست داره منو دوست داشتی. اینم یه طعنه دیگه داخل فیلمه که خدا هم کسایی رو دوست داره که ازش نمیترسن. همه چی داشت خیلی خوب میگذشت، ولی گادوین به مرگ خیلی نزدیک بود. با این حال مکس و بلا مراسم عروسیشون رو برگزار کردن. درست قبل از اینکه بلا بله رو بگه، شوهر ویکتوریا که ژنرال مغرور و ستمگر بود همراه دانکن سر رسید، چون دانکن فهمیده بود این بدن ویکتوریاست و شوهرش رو از این موضوع آگاه کرده بود. بلا کنجکاویش گل کرد، تصمیم گرفت همراه الفی پدرش یا همون شوهر مادرش بره. یه چند وقتی باهاش زندگی کرد و فهمید اون مرد چه آدم بی‌رحم و روانیه. همه چی واسه خودش میخواست، دوست داشت همه چی تحت کنترلش باشه. این جای داستان بود که الفی میخواست اندام تناسلی بلا رو از بدنش خارج کنه. اون معتقد بود رابطه جنسی باعث حواس پرتی بلا میشه. بلا از این موضوع باخبر شد، میخواست از اون قصر بزنه بیرون. چاره‌ای نداشت جز این که با همون اسلحه جلوی پدرشو بگیره. شاید براتون سوال بشه که نیروهای الفی چرا بهش کمکی نمی‌کردن. جواب کاملا واضحه، چون با تمام خدمش بدرفتاری میکرد. یه ظالم به تمام معنا بود. در انتهای داستانم میبینیم که بلا انتقام مادرشو از اون شوهر بیرحمش گرفت. حالا میدونید چی کار کرد؟ مغزی بزو تو سر الفی گذاشت. اینطوری شد که اون دیگه مثل بز زندگی کرد. راستی گادوین هم آخر داستان مرد. و اما پیام نهایی داستان، چرا ویکتوریا خودشو کش ولی دخترش نه؟ چون بلا دنیا رو جای تاریکی نمیدید، کنجکاو بود، منفی نگر نبود، به زندگی علاقه داشت و از سختی‌های دنیا برای رشد خودش استفاده کرد. این فیلم با تولد بلا شروع شد و با مرگ گادوین تموم شد، مثل چرخه کامل زندگی. حالا بیچاره ها چه کسایی بودن؟ چون اسم فیلم بیچاره هاست. بیچاره ها کسایی هن که پشت مرزها خودشونو گیر انداختن و با چشم بچگی دنیا رو نگاه نمی‌کنن. اینم از خلاصه فیلم امروز. یادتون نره اگه از این ویدیو و نحوه که داستان فیلم رو براتون تفسیر کردم لذت بردین، پس حتما ویدیو رو لایک کنین، کامنت و سابسکرایب هم فراموشتون نشه. تا ویدیوی بعدی و یه فیلم گاد دیگه میبینمتون.